متناسبا كاملا ومدروسا بشكل كامل. هل حملت التطمينات للبنانيين فيما يتعلق ربما بصفقة تتحدث عن وقف إطلاق النار أم أنها مجرد زيارة عادية؟ سفر شما یک سفر عادی و روتین هست یا در واقع پیام‌هایی در خصوص اطمینان خاطر به لبنانی‌ها برای برقراری آتش‌بس دارید؟ شرایط لبنان یک شرایط عادی نیست که سفر من یک سفر عادی باشه. ظروف لبنان حاليا ليست ظروف عادية لتكون زيارتي هذه زيارة عادية وروتينية. در مورد آتش‌بس من با مسئولین لبنانی صحبت کردم. فيما يتعلق بوقف إطلاق النار تحدثت مع المسؤولين اللبنانيين و با دیگر کشورها هم ما در تماس هستیم برای اینکه یک آتش‌بس برقرار بشه. ومشاوراتنا مستمرة مع باقي الدول من أجل إرساء وقف إطلاق النار. ما از تلاش‌هایی که برای آتش‌بس صورت میگیره حمایت میکنیم. إننا ندعم المساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار. به شرط اینکه اولا حقوق مردم لبنان رعایت شده باشه. بشرط اولا مراعاة حقوق الشعب اللبناني و مورد پذیرش مقاومت باشه وأن تكون مقبولة من قبل المقاومة و ثانیا همزمان با آتش‌بس در غزه باشه وثالثا أن يكون متزامنا مع وقف إطلاق النار في غزة. از همه شما بسیار متشکرم. وأشكركم جميعا.